مختصر سوانح دکتر سید عبدالله کاظم. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 1320 شمسی مطابق با جنوری 1942 در چهارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود و در کلانشان مرحوم میر محمد هاشم خان یکی از شخصیت‌های برجسته عصر امانی و وزیر مالیه بود که اساس نظام مالی جدید را گذاشت و سرسپرده غازی امان الله خان و اصلاحات اداری آن عصر. پدر دکتر کاظم که یگانه پسر مرحوم میر هاشم خان بود، در 11 سالگی جزء دومین گروپ شاگردان افغانی جهت تحصیل به جرمنی و عمه‌اش شامل اولین گروپ دختران افغان بود که برای تحصیل به ترکیه فرستاده شده بود. دکتر کاظم بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوهنځی گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل مجددا شروع به تدریس نمود. در سال 1973 به رتبه علمی پوهندوی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دیپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوهنځی ایفای وظیفه کرد. بعد از کودتای ثور با جمعی از استادان به تشکیل حزب وحدت ملی افغانستان پرداخت و متعاقباً با تعداد از اعضای مؤسس آن حزب توسط حکومت خلقی پرچمی گرفتار و برای مدت 19 ماه در پل چرخی زندانی شد. دکتر کاظم بعد از رهایی از زندان در اپریل 1980 به حیث آمر بانک ملی افغان به لندن رفت ولی از اشغال رسمی وظیفه خودداری کرد و پس از 2 ماه نخست به جرمنی و بعد به ایالات متحده امریکا پناهنده شد و از اواخر 1981 تا اکنون به ایالت کالیفرنیا در شهر سان خوزه اقامت دارد. دکتر کاظم در مدت اقامت در وطن بر علاوه وظایف رسمی و عضویت در چندین کمیته علمی 2 بار به حیث پروفسور مهمان به جرمنی دعوت شد و نیز در یک تعداد کنفرانس ها و محافل علمی در خارج کشور اشتراک نمود. دکتر کاظم آثار و کتب زیاد تالیف کرد. موصوف در سال 1974 در ازای خدمت به معارف به خصوص تطبیق موفقانه سیستم سمستر و کردیت در پوهنځی اقتصاد از طرف رئیس جمهور محمد داود مفتخر به اخذ مدال عالی معارف کردید. دکتر کاظم در ایام هجرت در سال 1981 عضو مؤسس انجمن مهاجرین افغان در شهر فرانکفورت جرمنی، در 1982 عضو مؤسس انجمن فرهنگی افغانها در پورتلند ایالت اوریگان و از 2006 تا اکنون عضو مؤسس و رئیس انجمن سالمندان افغان در بیریای کالیفرنیای شمالی بوده است. دکتر کاظم به حیث تحلیلگر مسائل افغانستان بیش از 500 تحلیل سیاسی را در رادیوها و تلویزیونهای افغانی و غیر افغانی به هموطنان ارائه کرده و از این طریق کسب شهرت نموده است. علاوه موصوف در سال 1993 حرکت سیاسی به نام نهضت وحدت ملی افغانستان را آغاز کرد و در سال 1994
به حیث منشی عمومی دارالانشاء آن انتخاب گردید که متاسفانه این نهضت بنابر انگیزه های در سال 1996 از هم باشید. دکتر کاظم در سال 1344 مطابق با 1965 با محترمه راضیه مستمندی ازدواج کرد و دارای یک پسر و 2 دختر می باشد که همه دارای تحصیلات عالی اند و در امریکا زندگی می کنند. آثار برگزیده دکتر کاظم در هجرت شامل 8 کتاب و رساله می باشد که عبارتند از دهلیز هرات، شکارگاه جدید پاکستان، افغانستان به سوی انفلاسیون سرسام آور، افغانستان در طلسم دایره شیطانی مصیبت، وضع تعزیرات بر طالبان و معضله افغانستان، طرح حکمتیار و 1001 سوال، جنایات دیروز، دادخواهی امروز، ترجمه راپور مقدماتی پروژه دادخواهی افغانستان، زنان افغان زیر فشار عنعنه، هرات از قیام هود تا امروز. بیش از 85 مقاله دکتر کاظم در نشرات بیرون مرزی افغانستان مثل مجله آینه افغانستان، ماهنامه کاروان، مجله اتحاد آزادگان، جریده در راه صلح، نشریه آینده افغان، ماهنامه انیس در کانادا، ماهنامه المر، ماهنامه افغان رساله و پورتال افغان جرمن آنلاین به نشر رسیده است. دکتر سید عبدالله کاظم همچنان بیش از 9 نامه تحلیلی و پیشنهاد مفصل را در رابطه با موضوعات مثل شورای صلح هرات، چگونگی سقوط نهضت وحدت ملی افغانستان، سومین اجلاس شورای مصالحه و وحدت ملی منعقده بن، جنبش ضد جنگ، حل معضله انتقال قدرت و مکانیزم تشکیل یک حکومت موقت در افغانستان، کنفرانس افغانی منعقده لس آنجلس، صلح پایدار در افغانستان و غیره تحریر و نشر نموده است.